افسوس طاغوت از حال ملاهای سوء تاجیکستان. ملاهای سوء در هر جا هستند، ملاهای خوب در هر جا هستند و ملاهای سوء در هر جا هستند. خداوند مولانا عبدالعزیز رحمت کنه همیشه شوخی میکرد، میگفت که ما گل حاجی داریم، گو حاجی داریم. عذر میخوام از این کلمه، گل مولا داریم و گو مولا داریم. خوب بد همیشه هست. خودی ما یعنی خیلی کرکرانه باید نکردیم. افسوس که داملای ما در جاها مردم حقیقت را نمیفهمونید. قرآن این البته قصد سو داره. خودی ما یعنی خیلی کرکرانه باید نکردیم. افسوس که داملای ما در جاها مردم حقیقت را نمیفهمونید. قرآن از یاد میداند تحصیل کرده معنیش نمیفهمید. آقا حقیقت رو بگن شما سرشون میبرید. حقیقت شما وقتی که حجاب رو منع میکنید، دین رو منع میکنید، تا مسئول شما هستید، مسئول رهبران جامعه هستند که نمیذارن مولای خوب حرف بزنن. آیت میخواند خارج از یاد کردگی معنیش صرفا نمیرود. چه گفته است؟ چه معنی دارد؟ درست نیست. بله، هر جا که به قول مثال هر جا که خرسه جای ترسه. وقتی شمشیر بالا سرشونه از کجا معنی رو خوب بگوین؟ وقتی شما نمیذاریم برن جای دیگه علم یاد بگیرن، بعد از 70 سال ظلم جماهیر شوروی، چه بسا که بسیاری از ملاهای اونجا جاهل باشن، اونو که جاهل هم نیستن شما نمیذاری حرف بزنن.